تهدیگ. خوردن روزانه یک تکه کوچک تهدیگ در آخر غذا معادل خوردن تقریباً 8 عدد بستنی در ماه است. تکرار چنین خطاهای کوچک به صورت روزانه نسبت به خطاهای بزرگتر بیشتر باعث افزایش وزن و چاقی می‌گردد. تهدیگ به دلیل متراکم بودن پرکالری تر از دانه‌های برنج است. حتی اگر فرد را بر بدون روغن بودن آن بگذاریم، معمولاً در آخر غذا و در کمال سیری میل می‌شود. علاوه بر این، هرچه ماده غذایی حرارت بیشتری ببیند، عناصر ریز مثل ویتامین‌های حساس به حرارت آن از دست خواهد رفت. بنابراین کمتر خوردن برنج و جایگزین کردن آن با تهدیگ توصیه نمی‌شود، زیرا تهدیگ ارزش غذایی کمتری دارد. تذکر: در تهدیگ‌های نیمه سوخته سطح